روند استخدام کارمندا و خصوصا معلمین این مکتب based on کالیفرنیا standards است که معلمین واجد شرایطی که میتونن با مکتب سانشاین کار کنن عموما کسایی هستند که باید کریدنشلز داشته باشن از طرف استیت کالیفرنیا، چی یک افغان باشه چی یک امریکایی باشه و اینمی استاندارده که یک مکتب عادی کالیفرنیا مثلا در استخدام کردن معلمین خود داره. ما هم امی قانون ما است، این چیز خلاف کالیفرنیا استانداردز آف هایرینگ تیچرز یا انستراکتورز نداریم. بله، اما در بخشی که پشتو و فارسی و این مسائل باز کیها را استخدام میکنین؟ فعلا ما بعضی از دوستای افغان خود داریم که اینا هم در جریان گرفتن امی کریدنشلز خود هستن و بعضیشان دارن کریدنشلز و ما میخوایم برای هموطنای خود از طریق شما این پیام بدم که اگر عزیزانی که در افغانستان درس دادن، در راستای تعلیم و تربیه کار کردن و اینا کادرهای علمی هستن، میتونن که با نبی زاده سر به تماس شوند با مکتب سانشاین چارتر سکول و اینا میتونن که از این طریق همراه ما همکار شوند و سانشاین چارتر سکول میتونه که در بعدها برشان کمک از این کنه که اینا بتونن کریدنشلز خود از این طریق بگیرن و دوره انترنشپ خود یا میتونن در داخل خود سانشاین چارتر سکول اینا سپری کنن که یک بخش از ریکوایرمنت کریدنشل گرفتن است.